سلام به همگی شما. خب، هوش مصنوعی دیگه تقریباً همه جا هست. توی گوشی هامون، سر کار، خلاصه هر جایی که فکرشو بکنید. ولی تا حالا یه لحظه وایستادید از خودتون بپرسید نکنه این تکنولوژی فوق‌العاده داره مغز ما رو راستش تنبل میکنه؟ بذارید سوال رو یکم سنگین‌ترش کنم. اینکه ممکنه این همه راحتی که هوش مصنوعی برامون میاره نه فقط تکامل هزاران ساله مغز ما رو متوقف کنه، بلکه حتی اون رو به عقب برگردونه؟ میدونم فکر کردم بهش یه جورایی ترسناکه، ولی سوالیه که باید باهاش روبرو بشیم. خب، آماده این؟ کمربنداتون رو ببندید چون می‌خوایم یه سفر کوچیک و سریع به آینده داشته باشیم. فرض کنید الان سال 2035 هست. دنیایی که توش هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست، بلکه همه کار است. فقط تصور کنید. به هر شرکتی زنگ میزنید، یه هوش مصنوعی جوابتون رو میده. اون آهنگ جدیدی که همه گوش میدن یا اون فیلم پرفروش، کار هوش مصنوعیه. و مدارس دیگه خبری از تاریخ و ادبیات و این چیزا نیست. فقط یه درس اصلی وجود داره. چطور با هوش مصنوعی کار کنیم؟ توی همچین دنیایی دیگه واقعا نیازی به فکر کردن نیست. هوش مصنوعی همه کارها رو انجام میده. این دیگه کمک کردن نیست. این یعنی حذف کامل تفکر انسانی. به نظرتون خیلی علمی تخیلی بود؟ شاید. ولی حقیقت اینه که این روند همین الان، همین امروز شروع شده. همه ما داریم از یه چیزایی به اسم عصاهای شناختی استفاده می‌کنیم. یعنی ابزارهایی که زحمت فکر کردن رو از روی دوش ما برمی‌دارن. به این مثال باور نکردنی نگاه کنید. دانشجوها دیگه فقط از چت جی پی تی نمیخوان که براشون انشا بنویسه. نه، خیلی حرفه‌ای‌تر شدن. بهش دستور میدن که عمدن چند تا اشتباه کوچیک توی متن بذاره تا انسانی‌تر به نظر بیاد و لو نرن. یعنی کل این تلاش برای چیه؟ برای دور زدن کامل فرایند فکر کردن. واقعاً دیوانه کننده نیست؟ یا مثلا مسیریابی رو در نظر بگیرید. یه چیز خیلی ساده و روزمره. قدیما چطور بود؟ مسیرها رو یاد می‌گرفتیم، برای خودمون تو ذهنمون یه نقشه از شهر می‌ساختیم. الان چی؟ فقط به یه صفحه گوشی خیره میشیم و کورکورانه دستورات رو دنبال می‌کنیم. و قسمت جالبش اینجاست. یه مسیر رو 10 بار با مسیریاب برید، بهتون قول میدم روز 11 اگه اون اپلیکیشن نباشه، احتمالاً باز هم گم میشید. البته میدونید این یه داستان جدید نیست. اونایی که سنشون یکم بیشتر شاید یادشون بیاد. قدیما تو مدرسه استفاده از ماشین حساب ممنوع بود. چرا؟ چون میخواستن ما یاد بگیریم که خودمون حساب کنیم، که ذهنمون رو به کار بندازیم. امروز ما دقیقاً با همون چالش روبرو هستیم. فقط ماشین حساب جدیدمون اسمش هوش مصنوعیه و خیلی خیلی قوی‌تره. خب شاید با خودتون بگید مگه چه اشکالی داره که تکنولوژی یکم کار ما رو راحت‌تر کنه؟ بیایید یه نگاه علمی بندازیم ببینیم وقتی مغزمون رو دائما روی حالت خلبان خودکار میذاریم دقیقاً چه بلایی سرش میاد. یه اصل خیلی ساده و مهم تو علم مغز و اعصاب وجود داره به اسم استفاده کن یا از دست بده. دقیقاً مثل عضله‌های بدن. اگه از یه عضله استفاده نکنی ضعیف میشه و تحلیل میره. مغزم دقیقاً همینه. بخشایی که ازشون کار نکشیم ضعیف و ضعیف‌تر میشن. ببینید دکتر نمکی که متخصص مغز و اعصابه حرف آخر رو میزنه. خیلی ساده میگه نباید بذاریم مغزمون بخوابه. باید دائما با یاد گرفتن چیزهای جدید به چالش بکشیمش و فعال نگهش داریم. وگرنه چی میشه؟ خب مغز تنبل میشه، تواناییاش رو از دست میده و در نهایت به سمت بیماری‌هایی مثل آلزایمر میره. اما صبر کنید. یه مشکل دیگه هم هست. موضوع فقط تنبل شدن مغز ما نیست. حتی اگه این خطر رو نادیده بگیریم، یه تله بزرگتر وجود داره. اینکه کورکورانه باور کنیم هر چیزی که هوش مصنوعی میگه وحی منزله و کاملا درسته. چرا این یه اشتباه بزرگه؟ چون هوش مصنوعی تمام دانش خودش رو از کجا میاره؟ از اینترنت. و همه ما میدونیم اینترنت چه جور جاییه. یه دیگه در همجوش از اطلاعات فوق‌العاده، اخبار جعلی، تعصبات اجتماعی و کلی اطلاعات غلط و قدیمی. هوش مصنوعی همه اینا رو با هم قورت میده و خیلی وقتا نمیتونه فرق بین حقیقت و دروغ رو تشخیص بده. و اینجا به نکته فوق‌العاده حیاتی میرسیم که توماس دیتریچ یه مهندس نرم افزار بهش اشاره میکنه. اون میگه هوش مصنوعی هیچ وقت، تکرار میکنم،
هیچ وقت به شما نمیگه من نمیدونم. اگه جوابی رو بلد نباشه یه جواب از خودش اختراع میکنه و با اعتماد به نفس 100% به شما تحویل میده و این دقیقاً همون چیزیه که اون رو خیلی خطرناک میکنه. خب با این همه چالش چیکار کنیم؟ راه حل این نیست که هوش مصنوعی رو کنار بذاریم یا باهاش دشمنی کنیم. نه، راه حل اینه که یاد بگیریم چطور ازش هوشمندانه استفاده کنیم، چطور از یه کاربر فعال به یه متفکر فعال تبدیل بشیم. و حواسشون باشه این یه بحث برای آینده نیست، همین الان. بر اساس گزارش نیویورک پست 88% از کارمندهای جوان تو آمریکا دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن تا کارشون راحت‌تر بشه. پس سوال این نیست که آیا ازش استفاده کنیم یا نه، سوال اصلی اینه که چطور قرار ازش استفاده کنیم. و این اسلاید به نظر من اصل ماجراست. انتخاب با ماست. آیا هوش مصنوعی رو به عنوان متفکر اصلی می‌بینیم و فقط ازش جواب می‌خوایم و تصمیم گیری رو بهش واگذار می‌کنیم، یا اون رو به عنوان یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند می‌بینیم که به ما تو جمع‌آوری اطلاعات کمک می‌کنه، ولی تحلیل نهایی، تفکر انتقادی و تصمیم آخر با خودمونه. ما باید پشت فرمون بمونیم، نه اینکه صندلی راننده رو به هوش مصنوعی بدیم. در نهایت همه چیز به یک تصمیم شخصی برمیگرده. یه ضرب‌المثل قدیمی و خیلی قشنگ هست که میگه دانا کسیه که هم میدونه و هم میپرسه. نادان کسیه که نه میدونه و نه میپرسه. حالا توی این عصر هوش مصنوعی که به نظر میرسه همه جوابها فقط با یک کلیک از ما فاصله دارن، تصمیم با شماست. شما میخواید کدوم یکی باشید؟